هیچگاه خواطر نشوید وقتی که شما خطاگی‌ها بسیار دارین. خطاگی‌ها شما را پرقوت میکنند. همین طور من به جوانان گفتم تا سنی 30 سالگی دانشجوی بهترین باشید. وقتی که شما صاحب کار شدن میخواهید شما اول تجربه آموزید. تا سن 30 سالگی شما پیرو یگان لیدر، پیرو یگان شخص باشین که در بیزنستان شما کامیاب شوید. شما میتوانید از یگان شرکت روید در اونجا تجربه آموزید. اما وقتی که شما یگان شرکت، یگان کارخانه می روید، شما آرزو کنید شما از تحت دل کار کنید، از تحت دل آموزید. وقتی خود را هیچگاه به فایده صرف نکنید وقتی که شما تجربه آموزی می روید. و همین طور وقتی که شما در سن 30 سالگی می رسید شما پیرو یگان لیدر باشین، پیرو یگان شخص باشین که در کارتان، در بیزنستان موفقیت باشد. از اونا آموزید. اونا وقتی که خطا میکنن شما خطاگی آنها را فکر کنید که آنها در کجا خطا کردن. شما آنها و در بیزنستان موفق نشوید. وقتی که شما سینتون به 30 یا به 40 میرسد به خودت فکر کن من چی کار کردم میتونم که به آن دست من بیاید. در حقیقت من کدام بیزنس رو کردم میتونم. شما باید در بین 30 و 40 سالگی خود فکر کنید. وقتی که شما 40-50 ساله میشوید شما یگان کاری را کنید که با آن کار شما آماده هستید. مقصد در اینجا درباره بیزنس میروم و درباره آن شما ناس فکر کنید که چی طور شما میتوانید با چیزهایی که شما آماده هستین دست شما کار میآید. و وقتی که 50-60 میرسد شما در جوانا کار کنید. شما با جوانا بفهمانید زیرا جوانان از شما را بهتر هستند. برای همه شما چقدر میتونید بیزنسمنای کلان، کسانی که درآمد خوب دارن، شما با جوانان تکیهگاه باشین. شما با جوانان دستگیر جوانان باشین. در آن وقت جوانان همون کمپین بیزنس شما را پیش برده میتونن. شما در همه حالت موفق باشید. شما چقدر که میتونین برای جوانان خدمت کنین، دست جوانان را بگیرین. این بسیار کار خوب است. و وقتی که سنتون به 60 ساله میرسد شما میتوانید آن وقت راحت کنید و به یگام سرگشت رفته میتونید. و این مصلحت من برای جوانان است سنشون 25 تا 30 ساله. شما هیچگاه خواطر نشوید موفق نمیشین. شما هیچگاه خواطر نشوید. وقتی که یک بار هفته دیوم بار سیم بار بر آخر چون بار تو موفق میشه مصلحت من در جوانان میگم با همین است شما هیچگاه ناامید نشوید. وقتی که یگان کاری شما برار نمیگیرد شما کوشش کنید تا سن 25 سالگی کار کنید. خود را عذاب بتین برای پیشرفت خودتان. وقتی خود را به فایده صرف نکنین. این همچون یک مصلحتی من است که من در بیزنسی خود یعنی صادر شدم. یکی از کمپانی های بزرگ را در دست خود دارم. این علی بابا است. خدا حافظ.